توجه کنید به خبر فوری. یک چهره نزدیک به اسماعیل خان در دفتر کارش در ایران ترور شد. معروف غلامی، چهره سیاسی نظامی نزدیک به اسماعیل خان، از رهبران مخالف طالبان روز شنبه در دفتر کارش در خیابان مفتح شهر مشهد ایران به ضرب گلوله کشته شد. منابع نزدیک به اسماعیل خان خبر کشته شدن آقای غلامی را تایید کردند. تاکنون پلیس ایران در مورد کشته شدن این فرمانده نظامی ابراز نظر نکرده است. منابع نزدیک به اسماعیل خان طالبان را عامل اصلی ترور معروف غلامی می‌دانند. معروف غلامی مسئول شورای فرمانده‌های جهادی حوزه غرب افغانستان بود و در مشهد دفتر کاری داشت. او از چهره‌های پرنفوذ در غرب افغانستان بود و در نبردهای ضد طالبان در ماه‌های سرطان و اسد 1400 نقش کلیدی داشت. غلامی پس از 45 روز نبرد علیه طالبان پس از سقوط شهر هرات با جمعی از فرماندهان نظامی دیگر به مشهد پناه برده بود. چهره نزدیک به متقی: میان طالبان و آمریکا مانعی وجود ندارد که راه حل نداشته باشد. ذاکر جلالی، رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان، میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در روابط میان طالبان و آمریکا مانعی وجود ندارد که راه حل نداشته باشد. به گفته او، باز شدن پای هیئت‌های آمریکایی به کابل در واقع مرحله جدید از ادامه مذاکرات است. این مقام وزارت خارجه طالبان روز شنبه 22 سنبله در یادداشت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چیزی که روند مذاکرات را آسان می‌کند حضور زلمه خلیلزاد در تیم آمریکایی است. ذاکر جلالی نوشت آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان نمونه‌ای از مذاکرات سخت و چالش برانگیز 2 ساله را در کارنامه دارند. ذاکر جلالی نوشت آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان نمونه‌ای از مذاکرات سخت و چالش برانگیز 2 ساله را در کارنامه دارد. به گفته او، در این مذاکرات نیز در صورت تمایل به حل مسائل احتمال پیشرفت زیاد به نظر می رسد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که آدم بولر، نماینده دونالد ترامپ، در امور گروگانها روز شنبه در سفر غیر منتظره وارد کابل شد. این مقام آمریکایی در کابل با امیرخان متقی، وزیر خارجه، و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. در این سفر نیز مانند دفعه پیش زلمه خلیلزاد، نماینده سابق آمریکا برای افغانستان، آقای بولر را همراهی می کند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه اعلام کرد که در این دیدار درباره زندانیان دو کشور، راه‌های گسترش روابط دوجانبه، مسائل مربوط به شهروندان، سرمایه‌گذاری و سایر فرصت‌ها در افغانستان به طور همه‌جانبه گفتگو شده است.